زبان از رودکی آغاز خود یافت، ز فردوسی پر پرواز خود یافت. زبان تاجیکی از دست عینی بسا زیب و فر و اعجاز خود یافت. سلام بینندگان عزیز، نشر نوبتی برنامه ترنم است. پیشنهاد شما بخشیده به روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان با اشتراک خوانندگان فعال مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 ناحیه اسماعیل سامانی و اینچنین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه. بینندگان عزیز، اینچنین در برنامه خود ما مهمان‌های مخصوص داریم و این لحظه برای صحبت دعوت می‌نماییم فتح‌الله قطب‌الدین، آموزگار دانشگاه بین المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده استقبال می‌گیریم. واقعا هم ما جوانان دوران استقلال خوشحال از آن هستیم که در یک کشور زندگی میکنیم که زبان مادری خود را داریم. واقعا زبان این جان ملت است و به زبان دولت ارزی وجود کردن نمیتواند و خود بشریت نیز بدون زبان وجود ندارد. اندیشه شما راجع به این موضوع چگونه است؟ تشکر زیاد. در واقع وقتی که سخن در باره زبان می رود، خواه زبان مادری باشد، خواه زبان دولتی باشد، خواه خصوصیت ملی داشته باشد، در کدام حالت که نباشد، ما پیش از همه مثل آن که اگر انسان یک سراب باشد و جان روان او حرکت دهنده او باشد، پس برای هر یک ملت زبان همان جان است که آن را تکان می دهد و جان می بخشد تا اینکه روزگارش پیش رود. پس ما هم در ردیف تمام کشورهای جهان همچون ملت با نام تاجیک، دارنده زبان با نام زبان تاجیکی و صاحب کشور همچون کشور با نام تاجیکستان هستیم و افتخارمند و غرور ملی خاص خود را داریم. در اینجا ما همیشه و در همه جا با غرور گفته می توانیم که ما صاحب زبان خود هستیم و با زبان خود حرف میزنیم، تکلم میکنیم، مهر و محبت افشا میکنیم و تاریخ و گذشته و امروز خود را به همدیگر بیان میکنیم. پس از اینجا ما همیشه و دائما و تا ابد کوشش میکنیم که هر کسی در هر کجایی که باشد با یک مرام، با یک هدف برای حفظ اصالت زبان دولتی، مخصوصا یعنی زبان مادری خود، هر کس از خاندان خیش تا جامعه ای که زندگی و فعالیت دارد همیشه در حفظ و نگاهداشت آن سهمگذار باشد. بله، واقعا هم زبان واسطه می باشد که انسان تمام هستی و تمام تاریخ پرغناوت خود را توسط آن به یاد می آورد، توسط آن با یکدیگر می رساند و با یکدیگر تکلم می کند، با یکدیگر صحبت می کند. خب اندیشه شما راجع به ستایش زبان چیست؟ در حقیقت ما هر جزء را، هر اشیای را یا هر یک چیزی را که در طبیعت وجود دارد می توانیم وابسته به صفتش، وابسته به خصوصیتش، وابسته به ارزشش توصیف کنیم، وصف کنیم و آن را صفت چینی کنیم. ما بی شبهه در خصوص زبان دولتیمان یعنی زبان تاجیکی همیشه از زبان قریب که همه شاعران و نویسندگان از جانب همه آن شخصانی که توجه به این زبان میکنند همیشه سخن نیک میشنویم. چرا؟ چون که زبان تاجیکی بسیار زبان شیواست، بسیار زبان موزون است. وقتی که ما در ردیف همه گیرودار سخنهایمان در دلایل زبانیمان وقتی که افشای سخن میکنیم بسیار ساده و بسیار آزاد و بسیار هم صمیمی سخن میکنیم. چرا؟ چون که زبان ما با تقاضای گفتار و به مشکلی دستگاه
آواز رسانمان مطابق و موافق است. پس در این اساس و در این زمینه ما از موزونی زبانمان و آن شنوندگانی که هم از داخل و هم از خارج به ما توجه میکنند در ردیف بسیار آزاد بیانی و روانی زبان تاجیکی توجه میکنند. از اینجا ما همیشه در بخش علم‌های زبانشناسی مخصوصاً قسمت آوازشناسی زبان تاجیکی که در مؤسسه‌های هم تحصیلات میانه عمومی، کسبی و عالی تحصیل میکنند، البته تخصصمندان در بخش همون آوازشناسی مخصوص موضوعها، مخصوص حالت‌هایی هستند که تقاضا و روانی زبان را در اساس علمیت آن تاریخ زبان برای ما نشان می‌دهد و تأکید می‌کند که قانون معیاری تلفظ زبان تاجیکی همیشه تکیه به آسانی تلفظ دارد. آنجا که مشکلی تلفظ باشد ما کار میکنیم و قانون‌های زبان کار برای ما فراهم می‌سازند که از این مشکلی رها شویم. بله درست استاد، واقعا هم نسل جوان در برنامه ما اشتراک دارند. یک گروه خوانندگان فعال مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی اشتراک دارند و فکر میکنم که آنها حالا آگاهی ندارند از تاریخ پیدایش زبان تاجیکی و من بسیار از شما میخواستم بفهمم که زبان تاجیکی ما چگونه تاریخ پرغناوت دارد، یعنی دوره های تأسیس یابی آن را برای ما بگویید. تشکر زیاد. واقعا برای پیدایش هر حادثه در جمعیت سرچشمه وجود دارد و ما برای زبان دولتی امان، برای زبان ملی امان تاریخی با سزا و بسیار هم طولانی داریم. از بعضی سرچشمه ها، از بعضی گفته های عالمان و متخصصان ساحه برمی آید که زبان تاجیکی تاریخی بیش از 3000 ساله دارد. پس ببینید 3000 سال که باشد، این رو ما در یک لحظه که در این برنامه هستیم و با این شاگردان عزیز هم صحبت هستیم نمیتوان این رو به تفصیل بیان کرد. اما به طور موجز و کوتاه میتوانیم بگوییم که زبان تاجیکی از زمانهای خیلی قدیم، از زمانها و عصرهای پیش از میلاد، عصرهای 6-8 پیش از میلاد آغاز می‌یابد. حتی در سرچشمه ها و میخورد با شکل آریایی، با شکل پهلوی و آن نمونه و یادگاری های در دستخط هایی که در آثارخانه ها و جای های مخصوص حفظ و نگاهداری می شوند دلیل همان قدیمی بودن و با شکل های همرنگ و کمی تغییر یافته تاریخ وجود داشتن زبان ما را برای ما افشا میکنند. پس ما می توانیم بگوییم که آن اوستا که امروز بسیار هم ارزش گران تاریخی برای زبان تاجیکی دارد که از تاریخ و تا امروز باز بارها و در چندین سرچشمه تاکید می شود که آثار آن زمان در بالای 12000 پوستگاه با آبی زر نوشته شده بود. تصور کنید که آن اگر یک کتاب باشد، اگر یک کتابی با صفحه سفید ما چاپ کنیم، شاید که حجم آن از فرش تا عرش خانه رسد. درست. اما ببینید که این ارزش همان کتاب را از ما دزدیدند یا سوزاندند یا ربودند، ولی جان زبان را که تاریخ تا امروز آورده رسانید گرفته نتوانستند. چون که بسیار هم زبان شیوا و استوار تاریخی ما تا امروز با تاریخ گوناگون در دوره‌های گوناگون با بسیار شیب و فرازهای از گزندها، از بسیار زد و خوردهای حیات سیاسی و مدنی آن زمانها تا به امروز آمد رسید و شکر که در زمان رسیدیم و به این زبان رسیدیم که استقلال زبان را داریم، استقلال ملت را داریم، استقلال کشور را داریم. پس اینجا ما از آن تاریخی که گذشت و تا زمان کوروش کبیر که اعلامیه بشر را نوشت و کلی امپریاهای تاریخی از این اعلامیه منشأ گرفتند و برای هموندان خود
هموطنان خود و آن محیط هایی که آنها سروری میکردند از این اعلامیه استفاده کردند. در آن اعلامیه چی بود که ارزش زبان را برای ما افشا میکند؟ در آنجا و هر کجا که کوروش کبیر میرفت و ضبط میکرد و از خود میکرد، در آنجا به اعتقادهای دینی آنها، به ارزش‌های اصلی ملی آنها هیچ دخالت نمی‌کرد. تنها تابعیت آنها را برای خود تسلیم می‌کرد و ارزش‌های آنها را همچون ارزش دینی خود قبول می‌دانست و بسیار روابط دوستانه را در بین ملت‌ها ایجاد کرده بود. واسطه این ایجاد گفته‌ها همین زبان است و همین زبان تاریخی ماست که امروز در جامعه امروزی ما برای نسل امروزی ما و آینده ما خدمت میرساند. بله استاد، واقعا هم من بسیار میخواستم بفهمم که دوره های انکشاف زبان تاجیکی کدام دوره ها هست. ما اطلاع داریم که دولت بزرگ تاجیکان این دولت سامانیان بود و زبان تاجیکی در آن دوره ها همچون زبان ادبی خدمت میکرد. و من بسیار میخواستم از شما بفهمم که دوره های رشد و نموی زبان تاجیکی کدام دوره ها بودند. در حقیقت برای معین کردن آن که زبان تاجیکی امروز در کدام سطح است میتوان از شناخت و جستجو و تحقیق زبانشناسان دریافت که مورد و زینه‌هایی که زبان تاجیکی را برای ما امروز چون آینه میرسانند میگوییم که 3 دوره بسیار هم طولانی را از سر گذرانید. پیش از همه میگوییم که دوره تاریخی یا که تاریخ قدیم زبان و در بین داریم دوره فارسی میانه میگوییم یا که دوره میانه تشکلی زبان و در نهایت میرسیم دوره آخر، دوره نو. پس این دوره بندی ها که از زمان پیش از میلاد شروع می شود، عصر میانه میاد تا زمان ساسانیان و بعدا دوره نو از زمان سامانیان این جانب شروع می گردد. پس از اصطلاح عرب ها آغاز میکنیم، از زمان طاهریان و صفویان این جانب می رسد به بعد از این دو خاندان به زمان سامانیان. پس این زمان بود دوره سامانیان که اوج امروزی که ما در زمان معاصر میبینیم تشکل زبان ادبی و ملی خود را، پس در همان دوره مطابق به همان زمان خاندان سامانیان تشکل زبان ادبی را بسیار هم تأمین کرد. چرا؟ چون پیش از این خاندان که گفتیم خاندان طاهریان و صفویان بودند، آنها بعد از اصطلاح عرب تنها به گیرودار و جمع و گیر کردن مال و احوال و خصوصیت های معیشی خود سرگرم بودند. آنها به آن چیزی که ارزش ملی آن دوره ملت را معین میکرد توجه نداشتند. خوشبختانه اسماعیل سامانی در زمان خاندانش پیش از آن کارهایی که میبایست وابسته به دیگر ساحه ها کند، مخصوصا به زبان ادبی معیارهای آن و مقام آن توجه خاصه ظاهر کرد و در این زمان بسیار اوج زبان ادبی از جانب شاعران، آن نویسندگان و آن ادیبان و دوستداران زبانی که در آن دربار و اطراف آن زندگی داشتند در دایره های ادبی گرد آمدند و معیار و مقام زبان ادبی را بسیار بلند برداشتند. از این جانب دوره های بعدی که البته باز با چند شیب و فرازهای دیگری روبرو شد زبان تاجیکی، دوره نهایت هم اوج کمال یافتن زبان را ما در زمان معاصر مقایسه میکنیم، چون که بسیار سرعتی بلند و بسیار هم امکانیت های وسیع و خیلی دستاوردهای جالب رو ما در زمان صاحب استقلالی کشور به چشم میبینیم. پس این فرازهایی که زبان تاجیکی در طول تاریخ از سر گذرانید، ما امروز باید کوشش نماییم که این قله ها را باز هم بلندتر گردانیم و باز هم توسعه بخشیم و در سراسر جهان کوشش نماییم که دیگر ملت ها و دیگر خلقیت ها توجه داشته باشند که از این زبان آموزش کنند و در زندگیشان همچون
زبان دوم استفاده کنند. از این امکانات ها ما توانگر هستیم و کوشش میکنیم که تشکیل شود، تاسیس یابد و موقع خود را باز هم استوارتر کند زبان. بله درست، تشکر استاد. واقعا هم زبان تاجیکی ما یکی از زبان‌های شیرین و گوارا هست، خیلی دلنشین و دلچسب است و اکثر مردم خارج که به کشور ما وارد میشن میگن که زبان شما زبان شعر و سخن است، زبانی هست که خیلی گوارا هست برای ما و حتی زبان ما در منبر بلند سازمان ملل متحد از جانب پیشوای معظم ملت نیز صدا دادند و در حقیقت خیلی زبان شیرین و گوارا هست و متاسفانه امروز برخی از جوانان، نه تنها جوانان، کلانسالان رو نیز میبینیم که زبان ما رو آمیخته میکنن با دیگر زبان ها. صحبت میکنیم با زبان تاجیکی آغاز میکنیم، ادامهش رو با روسی یا اینکه با زبان های دیگر آمیخته میکنن. خلاصه خب شما راجع به این موضوع چی گفتنی هستید و برای بینندگان ما مصلحت و توصیه بدهید که زبان خود را پاک و به آلایش نگاه دارند؟ در حقیقت وقتی که زبان مادری میگوییم، پیش از همه برای هر یک شهروند و هر یک شخصیت باید آن چیزهایی که مقدس هستند در پیش نظر گذارد، مثل مادر، مثل وطن، مثل زمین و در پهلوی اینها ما زبان رو باید گذاریم. چرا؟ چون که زبان این مال است که اولین بار از زبان مادر میشنویم و آن کلمه هایی هستند که نخستین بار مادر برای ما تلقین میکند و آن مادر کسی است که ما را زاده است و ما را پدید آورده است. پس احترام مادر و احترام زبان باید برابر باشند. در زمانی که ما مشاهده میکنیم و جامعه واقعا این چیز را نشان میدهد، مخلوط کردن زبان مادری با دیگر زبان ها در حقیقت در چشم میرسد. ما میخوریم گاهی در کوچه، گاهی در بازار یا گاهی در دیگر مکان ها. این حادثه مثلا نو نیست که ما امروز وا میخوریم، البته در تاریخ هم وجود داشت با تأثیر و آن حادثه و پدیده هایی که از دیگر زبان ها تأثیر میرساند. واقعا این چیز حضور دارد، اما هر نفری که خون ملی خود را، غرور ملی خود را حفظ میکند، به مادر و وطن خود احترام میگذارد، همیشه در هر کجا که سخن میکند پیش از همه در وطن خود و کوشش کند در خارج کشور هر کجا که امکانیت دارد با زبان مادریش صحبت کند. این چی مضمون و یا چی هدف دارد؟ پیش از همه استواری زبان دولتی را تأمین میکند، عمر زبان را دراز میکند، یعنی شیواگی و موزونی زبان خود را ما میتوانیم که هم در خاندان و هم در راهرو و کوچه ها، هم در مؤسسه و کارخانه ها، هم در کارگاه و فعالیت های همه روزه مان تأمین کنیم. پس این حالت ها را میسازد که نه هر نفر با سپاریش، بلکه هر نفر با مسئولیت، با اشتیاق، با شوق باید استفاده کند و زبان تاجیکی را همچون یک گوهرک بسیار قیمت و عزیز برای خود داند. در آن حالت ما به آن مقصد می رسیم که زبان تاجیکی را تازه و به آلایش نگاه داریم. چرا؟ چون که حالا زمانی هست که بسیار پدیده های خارجی عصر یعنی جهانی شوی است. هر قدرتی که تواناتر باشد آن غالب می آید و دیگر حادثه و پدیده ها را به خود آمیزش می دهد. پس ما در این نبردهایی که امروز در جامعه حضور دارند، در جامعه متمدن هم غرب هم شرق و هر کجا که زندگی انسان ها هست، این نبردها حضور دارند. پس ما در برابر این نبردهایی که برخلاف و ضد مثلا اگر زبان ما و فرهنگ ما باشد، کوشش کنیم که از استفاده حادثه و زبان ملی امان بیشتر طرفداری کنیم و استفاده بریم. ما نمیگیم که زبان خارجی را نآموزید، برعکس
در مقایسه با زبان تاجیکی آموزید. هر کلمه ای که از خارجی یاد میگیرید در برابر این 2-3 مرادف کلمه زبان تاجیکی رو از خود کنید. آنگاه شما بای و غنی و خیلی ادبمند میشوید در جامعه، خیلی با قدر و منزلت میشوید در جامعه. اگر ما پیش از همه زبان تاجیکی را، زبان مادری را خوبتر از خود کنیم، آنگاه آموزش زبان‌های خارجی همانقدر آسانتر به دست می آید. تشکر استاد گرامی. بینندگان عزیز، پدر و مادر ارجمند از شما صمیمانه خواهش میکنیم که برای فرزندان خود یاد بدهید تا در محیط عائله، نه تنها در عائله بلکه در کوچه با زبان صاف، با زبان تاجیکی خودمون حرف بزنند و زبان خود را آمیخته با دیگر زبان ها نکنند. و استاد، صحبت ما خیلی هم طولانی و جالب شده ایستاده است و بیاید بهر باز هم جالب گردیدن برنامه خود یک سرود در وصف زبان تاجیکی در اجرای سراینده نورس، سراینده که واقعا هم با نورس بودن خود خیلی در دل و دیده های مردم محو گرفته است. این نفر اکرم جان اشوروف هستند و بیاید بهرشان یک قرص میزنیم و آن را دعوت بکنیم. برابر واقعا هم در وصف زبان تاجیکی شاعران ما خیلی شعرهای زیبا ایجاد کردند، شعرهای خیلی خوب ایجاد کردند و حتی استاد بازار صابر در یک شعر خود میگه که آج گم کرد و زبان را گم نکرد، تاج گم کرد و زبان را گم نکرد،
بخت گم کرد و زبان را گم نکرد، تخت گم کرد و زبان را گم نکرد. در حد و سرحد شناسی جهان، سرحد تاجیک زبان تاجیک است. تا زباندار است وطندار است او، تا زباندار است بسیار است او. زی فردوسی پر پرواز خود یافت، زبان تاجیکی از دست عینی بسا زیب و فر و اعجاز خود یافت. واقعا هم استاد صدرالدین عینی برای باز هم مستحکم گردیدن پایه های اساسی زبان تاجیکی سهم ارزنده خود را گذاشته است و خدمتی خیلی ارزشمند کرده است که ما را می باید که به قدر این شخصیت برجسته همیشه برسیم، زیرا ما وارثان استاد صدرالدین عینی و استاد ابوعبدالله رودکی هستیم. و استاد من چند سوال دیگر داشتم. من میخواستم که این سوال ها را به نماینده کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کنم، ولی متاسفانه دعوت ما را قبول نکردند و به برنامه ما تشریف نآوردند. و همچون شما که همچون یک زبانشناس هستید، همچون یک نفر متخصصی ساحه زبان هستید، میخواستم از زبان شما بشنوم که آیا زبانشناسان ما جهد و تلاش کرده ایستادند برای از بین بردن اقتباس های زبان های بیگانه، برای بعضی کلمه هایی که برای مردم ما، برای کودکان و نورسان عین حال نافهمه است و تلاش می‌ورزند، سعی میکنند تا آنها را از لغتنامه ها دیده برای خود معلومات گیرند. در حقیقت امروز ما میتوان بگوییم که از زمانی که صاحب استقلال گشتیم در خصوص تازگی زبان و موقع زبان تاجیکی بسیار کارهای را انجام دادیم، مخصوصا با تشبث و ابتکارات پیشوای معظم ملت که برای استوار گردیدن موقع زبان تاجیکی و معرفی کردن آن در سطح بین المللی بسیار تلاش ها و زحمت های زیادی را انجام دادند. از جمله یکی از دستاوردهایی که ما میتوانیم بسیار عادی اما در اصل بزرگ ذکر کنیم، این در این زمان در قطار الفبای ما که از زبان روسی انتقال یافته بود، بیرون کردن 4 حرف که به زبان ما هیچ تأثیر و رابطه نداشتند و در نطق گفتگوی ما هیچ مناسبتی نداشتند، همچون یک شکل، همچون یک علامتی در ترکیب الفبا بودند. و این عملی که انجام شد البته با ابتکارات کمیته زبان بود که برای تنظیم کردن موافقت حرف ها با زبان و که آوازهای نطق ما این کار انجام پذیرفت. البته همگان میدانند این حرف ها را حرف های ش، ц، خب علامت جدایی و علامت سختی که ما امروز ذکر میکنیم. خوشبختانه این یکی از دستاوردهایی است که ما زبان را، آوازها را با حرفها مطابق کردیم. جنبه دیگری که در این راستا میتوانیم ذکر کنیم البته تهیه فرهنگنامه ها هست، چون که فرهنگ این بخش است، این ذخیره است که تمامی دارایی زبان را انعکاس میکند. پس مخصوصا فرهنگ تفسیری که در زمان شوروی روی چاپ آمده بود، البته این بسیار سرچشمه با اعتماد است و بسیار هم موادهای ارزشمندی دارد برای زبان تاجیکی، اما این ذخیره برای امروزی زبان کافی نیست. چون که بسیار دستاوردها و بسیار پیشرفت‌های داریم در ساحه‌های گوناگون زبان شناسی که این لغت کاملا برطرف کرده نمیتواند و یا قانع گردانیده نمیتواند امروزه جامعه تاجیکستان را. پس این ضرورت را بخش اکادمیای علم‌های ملی جمهوری تاجیکستان و زیرساختارهای آن البته فکر میکنم که کیها این نقشه را طرحریزی کردند و حتی تا امروز یک جلد از این فرهنگ مفصل که در شکل حرف ا انجام پذیرفته است به دست البته خوانندگان رسیده است و بیشتر از 12,000 لغت را فرا میگیرد. این البته بسیار خوب است و تا انجام که اگر رسانیده شود همین نقشه و همین برنامه، فکر میکنم که بسیار دستاورد ارزشمند در خصوص ذخیره لغوی زبان برای صاحبان آن میگردد.
بله تشکر. استاد واقعا فکر میکنم که دانشمندان ما، زبانشناسان ما کمری همت بستند برای پاک و به اولویش نگاه داشتن زبان و همه روزه کوشش می نمایند تا زبان ما باز هم تازه شود، زبان ما باز هم پاک گردد از آن کلمه و عباره هایی که از دیگر زبان ها وارد زبان ما شدند. و یک سوال دیگر در خاطرم آمد در مورد املای زبان تاجیکی امروز چگونه است؟ هر لحظه من با معلومات ما میرسد تغییر و علاوه ها خیلی در املای ما زیاد به نظر میرسد و مشکلی های آموزگاران را ما در مؤسسه ها میبینیم. نه تنها آموزگاران بلکه تمام آن نفرانی که به حجت گذاری سر و کار دارند مشکلی های زیاد میکشند. شما در این موضوع چه گفتنی هستید؟ در حقیقت قاعده های املای زبان تاجیکی همچون نامی دستوری که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق میگردد بسیار سند مهم و شرطی است برای هر یک صاحب زبان، نه تنها برای متخصصان ساحه، نه تنها برای زبانشناسان. چرا در این حجت بسیار نکته های مهم ثبت میگردد و قاعده نام گذاشتنش هم بسیار رمزی هست. چرا؟ چون که هر دستوری که نامش قاعده هست اجرای آن از جانب استفاده برندگان همین سمت و ساحه حتمی و شرطی دانسته می شود. ببینید قاعده حرکت در راه بسیار شرطی هست برای راننده و برای پیاده‌گرد و یا که راهگذر. اگر رعایت نکردیم ببینید چه حادثه ها به سر می آید. درست. پس قاعده زبانی املای زبانی تاجیکی نیز همین روند است که رعایت کردن نشاندادهای آن برای هر یک صاحب زبان، برای هر یک خواننده و معلم، برای هر یک استفاده برنده نطق زبان تاجیکی هم در اداره و تشکیلات، کارخانه و مؤسسه، آن دولتی است یا غیر دولتی، آن خصوصی است یا اینکه شکل جمعیتی، در همه حالت یا اختیار کار میکنیم یا غیر اختیار، در همه حالت باز هم تاکید میکنم که رعایت نکته های آن بسیار شرطی و ضروری و حتمی است. بله. قاعده های املای زبانی تاجیکی چرا فرا میگیرد؟ البته خدمت این قاعده برای آسانی تلفظ، برای تنظیم درست نوشت با نطق گفتگویی، یعنی ما خط را با نطق گفتگویی نزدیکتر میکنیم، صحیحتر میکنیم. هر وقتی که تلفظ گفتگویی یعنی تنها یک لهجه و شیوه رو بینابر نمیگیریم، در این حالت در قاعده های املای زبان تاجیکی معیارهای عمومی زبان ادبی تاجیکی رو که اکثریت مردم با این معیار حرف میزنند، با این معیار گفتگو میکنند، در این اساس تنظیم می شود و برای خدمت باز خلق برمیگردد. پس این رو حتمی و ضروری می شماریم که رعایتش در همه جا سراسری شود. در برنامه ما یک زمره خوانندگان فعال اشتراک دارند، چون برنامه ما نام گرفته است برنامه ترنم. این خوانندگان فعال می خواهند که در وصف زبان تاجیکی شعرها و سخنهای زیبا قرائت کنند. بینندگان عزیز، یادآور می‌شویم که برنامه ترنم است پیشنهاد شما از تلویزیون بهارستان. خوب مرحمت. بجز از پایداری ای زبانم برایم هیچ دیگر این مدعا نیست. اگر بیمار گردم در غریبی بجز مهری وطن هیچم دوا نیست. زبانی ما زبانی شیردار است، مصفاتر ز آبی چشمزار است. زبانی بو حنیفه پیر توسی زبانی رودکی ایماندگار است. مرحبا. آج گم کرد و زبان را گم نکرد، تاج گم کرد و زبان را گم نکرد، تخت گم کرد و زبان را گم نکرد، رخت گم کرد و زبان را گم نکرد، بخت گم کرد و زبان را گم نکرد. در حد و سرحد شناسی ای جهان سرحدی تاجیک زبانی تاجیک است. تا زبان دارد وطندار است او، تا زبان دارد بسیار است او. خب مرحمت دیگر نفرها.
آن که بفروشد زبانی مادرش هم بخواهد خلق خود با تیر دوخت. بس که پیغمبر به لفظ فارسی کرد فکری خیش را گاه بیان. از چنین فیضی فتوحی که گرفت محترم شد این زبان تا جاویدان. تشکر. خب دیگر نفرها هستند؟ از تمام این و آن گم کردگان زیش روتر نیست در روی جهان. زان که گم کرده زبانی مادری حرف گوید با تو با چندین زبان. باک نه گردآوری گم کرده است یا امیدی سروری گم کرده است. زهر بادا شیری مادر بر کسی که زبانی مادری گم کرده است. تشکر. آفرین. احسن. بینندگان عزیز یادآور می‌شویم که خوانندگان فعال مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 بودند که بهر ما در وصف زبان تاجیکی شعرها قرائت کردند. بینندگان عزیز یادآور می‌شویم که برنامه ترانم از پیشنهاد شما و ما صحبت خود را ادامه می‌دهیم و استاد ارجمند می‌خواستیم که از شما بپرسیم الکی استقلالیت دولتی ما را 32 سال پر گردید از استقلالیت دولتی ما و می‌خواستیم بفهمیم که در ظرف 32 سال استقلالی زبان دولتی تاجیکی ما به کدام سطح به کدام اوج رسید؟ زبان دولتی ما در زمان صاحب استقلالی چند سال که پیش صاحب قانون گردید و آن قانون سال 1989 قبول گردید که برای تنظیم نمودن زبان دولتی معیارهای آن، مکان و جایگاه آن در جامعه تنظیم شد و آن قانون 12 ساله‌ای که عمل کرد البته خدمت‌های خود را در حق زبان دولتی انجام داد و خوشبختانه طور بالاتر ذکر کردیم وابسته به آنکه زبان دولتی روز تا روز تشکل یافت، رشد کرد و به جامعه متمدن و جامعه معاصر برابر گشت و امروز در سطح بسیار هم تشکل یافته عمل دارد. پس ضرورت تجدید قانون به عمل آمد و خوشبختانه سال 2009 5 اکتبر قانون نو در شکل نو با تصحیحات و بسیار هم کامل برای حفظ و نگاهداشت و تشکل آینده بینی زبان دولتی قبول گردید. در برابر این در این زمان صاحب استقلالی برنامه رشد زبان دولتی از جمله عینی حال از سالهای 2020 تا 2030 عمل میکند که این برنامه ها به خصوص برای رشد آینده و تامین کردن عمر هزار ساله های آینده زبان تاجیکی را پیش بینی میکنند. پس در این برنامه ها چی به نوبت گرفته شده است؟ پیش از همه تازه و به بالایش نگاه داشتن زبان، معیارهای پذیرش و تهیه لغتنامه و کلمه های نوی زبان تاجیکی، قبول اقتباسات و مطابق گرداندن آنها با معیارهای زبان ادبی. پس این چند عامل و دیگر عامل‌های از این بیشتر و بهتر برای آینده بینی و رشد بی‌میلان آینده داری زبان تاجیکی نگرانده شده است که ما از این چیزها حتما بهره‌ور می‌شویم. چیزهای دیگری و عامل‌های دیگری که در زمان صاحب استقلالی تضمین شدن و برای رشد زبان به واسطه تأثیر می‌رسانند باز هم یادآور شدن ممکن است که این پایگاه یعنی دفاع رساله های علمی با زبان دولتی در تمام مؤسسه های علمی و تحصیلات سطح عالی کشور تأسیس دادن شوراهای دیسرتاسیونی برای دفاع رساله ها و کارهای انجام یافته علمی که بخصوص به سمت زبان شناسی و یا دیگر ساحه ها نگرانده شده اند البته در اساس زبان دولتی انجام میپذیرند که اینها به واسطه برای تامین نمودن زبان دولتی در جامعه و بیرون از این البته کمک میرسانند. واقعا هم استقلالیت دولتی برای مردم سربلند تاجیکستان شرایط فراهم آورد تا از فرهنگ تا از زبان خود خوبتر حمایت کنند و البته برای باز هم نیرومند گردیدن این ملت سربلند ما زبان مادری توجه نمی کند.
بسیار سرور عاقل و دانا و دانشمند هست که مخصوصاً پیش از همه در همه پیام‌هایشان، در همه سخنرانی‌هایشان، خاصه در خصوص آموزش زبان مادری در مقایسه با زبان‌های خارجی تأکیدهای سراسری میکنند و خواهش و کوشش میکنند که هر نسل جوان برای دانستن زیاده از 2 زبان خارجی کمر همت بندد. اینها چه اهمیت دارند و زحمت و تلاش های پیشوای معظم ملت هم برای تکامل زبان بی سابقه هست، بی نظیر است. چرا؟ چون که امروز ما علاکه شاهد آن گشتیم که زبان ملت هستی ملت با جلدهای نو و تازه روی چاپ آمدند. در این زمینه دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتم الاغزاده نیز بسیار خدمت عالی جناب کردند. مثال آن که این جلد اولی کتاب زبان ملت هستی ملت را با 3 زبان خارجی ترجمه و دسترس کل مردم جهان کردند، از جمله زبان خیتایی، از جمله با زبان روسی و اینچنین با زبان انگلیسی. یعنی اینها زبان‌هایی هستند که در سطح بین المللی همچون زبان بین الملل اعتراف شده اند. علاکه ما این دستاورد را برای کل ساکنان کشور و بیرون از این تقدیم کردیم و نیت هم داریم که این دستاورد را ادامه دهیم و برای ترجمه جلدهای آینده و کتابهای آینده پیشوای ملت و دیگر کتابهایی که برای معرفی زبان دولتی و زبان تاجیکی ارزش قائل هستند ما این کار را حتما انجام میدهیم. و جنبه دیگری که در این دوران البته اقدامات پیشوای ما به نظر می رسد این تأسیس کمیته زبان و اصلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان است که به واسطه در عوض نمودن و جایگزین کردن کلمه های زبان تاجیکی در برابر کلمه های اقتباسی است که شاهد هستیم که بیشتر از هزارها لغت اقتباسی در سراسر نامگذاری جمهوری عوض کرده شدند و با نامهای تاجیکی پذیرفته شدند که اینها هم یکی از دستاوردهایی است که ما برای تاریخ ملت میخواهیم ورق زنیم اینها را، چون که یکی از راههایی که حفظ کرده می شود زبان این نامگذاری هست، چون نامها معرفگری همان منطقه ها، همان نکته های کلیدی زبان به شمار می روند. واقعا هم خدمت پیشوای معظم ملت در رشد و نموی زبان تاجیکی خیلی زیاد است. باید گفت که در برنامه ما نیز یک گروه خوانندگان از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 نیز حضور دارند. هر کی دارد در جهان گم کرده، در زمین و در زمان گم کرده، این نشان گم کرده و دیگر خویشتن را به نشان گم کرده، این یک بختی جوان گم کرده است، دیگر گنجی روان گم کرده است، این یک گر نیمی نان گم کرده است، دیگر نیمی جهان گم کرده است، این یک جان و جگر گم کرده است، دیگر شور و شرر گم کرده است، این یک گم کرده گر مالی پدر، دیگر پندی پدر گم کرده است، گر یک بام و در گم کرده است، این یک نام و فر گم کرده است، این زبانی همدلی گم کرده است، آن زبانی مادری گم کرده است. از تمام این و آن گم کردگان زیشترتر نیست در روی جهان، زان که گم کرده زبانی مادری حرف گوید با تو با چندین زبان. باکنه گر داوری گم کرده است یا امیدی سروری گم کرده است، زهر بادا شیر مادر بر کسی که زبانی مادری گم کرده است. احسن. خوب مرامت. زبانی ما چو دریای دمان است، بقرش گوهری تابان هان است، زبانی تیز و برا طرز الماس، سلاح جاویدان تاجیکان است، زبانی به زوال شاهنامه، زبانی در فصاحت داستان است، زبانی شاه اثرهای نظامی، نسیم بوی جوی مولیان است. ای زبان ای گنجی به پایان تویی، فیض بخشی هستی انسان تویی،
هیچ باشم به تو ای والا گوهر، جان تویی درمان تویی ایمان تویی. باغ نه گردآوری گم کرده است یا امیدی سروری گم کرده است. زر بادا شیر مادر بر کسی کو زبانی مادری گم کرده است. زبانی مادری ما زبانی از همه شیرین، زبانی مادری ما زبانی از همه دیرین. زبانی مادری من زبانی پند و حکمت است، زبانی مادری من بس و عزیز و قیمت است. زبانی ما زبانی شیردار است، مصفاتر زی آبی چشمسار است. زبانی بو حنیفه پیری توسی، زبانی رودکی ماندگار است. زبانی بدیل و سعدی و حافظ، زبانی انوری دلفگار است. زبانی عینی و عطار و خیام، زبانی مولوی خاکسار است. زبانی تغرل و لایق و سرمد، زبانی بو علی نامدار است. زبانش را کسی که خار سازد، اگرچه زنده اما در مزار است. زبانی تاجیکی نوبست و بیغم، زبانی اندلیبی نوبهار است. هر که به زبان خویش دانا باشد، در فضل و خیرت زور و توانا باشد. آنی که زبان مادری داند خوب، در فضل و خیرت زور و توانا. احسن. بهای دائمی اندر زبان است، زبان افشاگری راز جهان است. کسی باشد لفظ شیرین، جوان است و جوان است و جوان است. احسن. مرحمت. زبان دانی جهان دانی تو امروز، زبان در جهان دانی تو امروز. فروغ تو به کوش دل نهان است، چو پرواز عقابان به نشان است. در این ایام ملکی نازنینم، تو را در صبح خورشیدی ببینم. در این روزی تو من آینده یابم، شبم هم پا و همراه چی تابم. چو مادر تو بزرگ و پایداری، که اول داری و آخر نداری. و گفتی سرور دولتمان محترم امام علی رحمان، زبان تاجیکی پاینده است. تا دمی که ملت تاجیک است، زبان او نیز پایدار خواهد بود. ما تاجیک زادگان اصیل همیشه پای آن میرویم که زبان ملت خویش را پاک، بی‌آلایش و پایدار نگاه داریم. نمیگذاریم که زبان بزرگ در دولتمان کاسته بگردد. پایندگی زبان مادری به ما زبانداران وابستگی دارد. تشکر. مرحبا. روان چون آب جوی استی، با گلها عطر بوی استی. چو شیرین نوری مهتابی، شبانگاه لگوی استی. زبانی مادری من زبانی مادری من، تو کونی حکمتی پندی، کهن دنیای پیوندی. تو یاد نقش گم کرده بخارای و سمرقندی. زبانی مادری من زبانی مادری من، دلی بیدار تاجیکی به حکمت یار تاجیکی. فروغ شمع جاویدان به شام تار تاجیکی. زبانی مادری من زبانی مادری من. احسن. زبانی مادریم دولتی من، غرور و افتخار و قدرتی من. زبانم هست و من هم زنده هستم، زبانی من نشان و ملتی من. زبانم چشمساری روزگار است، تراوت بخش مانندی بهار است. چو شعری رودکی زیبا و دلکش، مثال شعری حافظ شیردار است. زبان تاجیکی تاریخ بیش از 1000 ساله دارد. با زبان تاجیکی اثرهای بسیار نوشته شده اند. قدیمی و جوانی تو، شاهنگ و روانی تو، چو بحری بیکناری تو، به دنیا پایداری تو. زبانی مادری ما زبانی مادری ما. این لحظه باز یک سرودی زیبا باز در اجرای سراینده نورس اکرم اشروف میشنویم. استقبال میگیریم. آب و انار
بینندگان عزیز یادآور میشویم که در برنامه ما یک زمره خوانندگان فعال شهر دوشنبه اشتراک دارند که بار دیگر آنها را به برنامه ما خوش آمدید میگیم و یادآور میشویم که قهرمان اساسی برنامه ما بودند فتحالله قطب‌الدین، آموزگار دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده. و بینندگان عزیز یادرس میشویم که برنامه ترنم بود پیشنهاد شما و در اینجا میرسیم به فرجام برنامه ترنم. باید گفت که زبان مادری فرخنده دارید، شما که وارثان روزگارید، برای هر کلام پاک مادر درون سینه ها هیکل گذارید. برنامه های دیگر تلویزیون بهارستان ادامه دارند. روز زبان دولتی مبارک باد.